بزرگترین حسرت شما چیه؟ زندگی نزیسته. به خدا چیه اون زندگی نزیسته؟ حق هر انسانی هستش که یک بار معجزه زندگی بهش این محبت داده شده و در این تایم بودن تا نبودن، تولد تا مرگ، باید در واقع تضادها رو تجربه بکنه. متاسفانه در شرایطی هستیم که فقط رنگ بدی ها رو داریم میبینیم. من میگه افتادم زمین، اب نداره یه روزی بلند میشم. الان تو شب سیاه هم اب نداره یه روزی به روشنایی میرسم. اگه قرار باشه شما رو در وضعیتی نگه دارن که همش جنبه‌های منفی زندگی رو داشته باشین، اصلا لذت زندگی رو از بین میبره. برای همونه که هیچ کس به تکامل نمیرسه. همه یک جورایی تکامل پیدا نکرده از این دنیا میرن. آدمی که میتونست خیلی مثمر ثمر باشه، در اوج در واقع هنرنماییش خونه‌نشین میشه. میتونست چه تجربه هایی رو به دست بیاره و این تجربه ها رو در اختیار دیگران بذاره، ولی عملاً کاری کردن که اون دیگه نمیتونه این امکان رو داشته باشه. همه اینا خیلی دردآوره.